بالا 2-3 تا چاله هست، 2-3 تا چاله هست، بریم اونا رو سر بزنیم. نمیخوام از بغل رودخونه هم برم، رودخونه اصلی اون بره. این یکی از ورودی‌های پرورش ماهیاست که دوباره شروع کردم به کار کردم. توی این چند ساله خیلی از پرورش ماهی‌ها تعطیل کردم، ولی دوباره به خاطر اینکه یه خورده قیمت ماهی رفته بالا دوباره شروع کردن به ماهی فروختن. دستمو نگاه کنی ببین چقدر کشیده شدم رو سنگا. دینم در اومد، ناخونم هم شکست، پشت دست بستم داغون شد، زدم ترکوندم قشنگ خودمو اونجا. بچه اینجای رودخونه رو من خیلی دوست دارم واقعا، همیشه هم اینجا ماهی گرفتم. شناوره رو اگه معلوم باشه بچه‌ها، بعد اینکه زدم خودم رو ترکوندم دستمست و خدایی زدم پاره کردم، باز اومدم نشستم اینجا همیشه من خوب ماهی میگیرم، ولی الان نمیدونم مثلا امروز داستان چیه، کلا رو بدبیاری هم ما رفت پایین، دستم انقدر درد میکنه، ناخونم هم شکسته، اصلا زدم داغون کردم. بذار برگردونم تصویر رو، خیلی باحاله. زد بچه ها، زد ایول، بذارید برگردونم. ای جان گذاشتم کاسی رو موندش، بد زد، قشنگ گیر کرده آقلابه. مثلا چه فشاری میاره، ایول سایزش هم بدک نیستش، اصلا همین رمبوهای جدیده. بچه چه حالی داد خدا وکیلی، بد نیستش سایزش، ایول. تو این چند وقته ماهی انقدی نگرفته بودم تو این رودخونه. بچه ها من اینو یه جوری باید درش بیارم متاسفانه اون چیزا رو هم نیاوردم. خوبه، سایزش خوبه، بدی نیست، من اینو درش بیارم. با اینکه روز بدی داشتم ولی اولین ماهیه بد نبود. بچه دستمو نگاه کن، پشت دستم اینجوری شد یعنی واقعا زدم خودمو داغون کرد. اینجا هم 3000، این چاله خیلی خوبم که میبینید، ماهیه خیلی خوبی توش میچرفه که امروز نصیب من نشد و خودم هم ترکوندم یعنی شانس آوردم، واقعا شانس آوردم. دمتون گرم تا اینجا همراه بودید. اگر چنلمو سابسکرایب نکردید همین الان سابسکرایب کنید. 3 روز دیگه میخوام برم برای چالش بقا توی همین جنگل خوشگل، ببینیم اینجا چه بلاهایی سرمون میاد توی اون 24 ساعت. بدون هیچ آب و غذایی میخوام بیام، همه چیمو از توی طبیعت در بیارم و ببینیم اگه اینجوری باشه که فکر کنم گشتگی بمیریم دیگه من اومدم تست کنم چند جا رو ببینم واقعا چه جوریه، میتونم بدون آب و غذا بیام یا نه. قبلا اگر مثلا برای 1 ماه پیش این برنامه رو میریختم میتونستم انجام بدم، ولی فعلا با این روند که ماهی نمیزنه، با این سیستمی که من میخوام بیام ماهی نمیزنه، یه ذره داستان غم انگیز شده. آقا دمتون گرم، خیلی مخلصیم. تا درود دیگر، بدرود.